имрӯз 18 июл аст ва ман Шаълои Гулхоҷа тозатарин хабаргузоришҳоро аз студияи марказии Радиои Озодӣ муаррифӣ мекунам. Сархати баъзе аз мавзӯъҳои барнома. раҳбари хадамоти гумруки Тоҷикистон мегӯяд ба қазияи боздошти мансабдорони оҷонсии зидди фасод рабт надорад. Амонатбонк дар муқобили қарз моликияти фармондеҳии собиқи мухолифин Толиб Айёнбековро ба фурӯш гузоштааст. Айёнбеков Толиб дар фурӯш ҳаст, дар ҳолати фурӯхтани ҳамин чӣ пурра пардохт карда мешавад, яъне ки ҷавобгӯ аст ҳама аҳволе ки ба фурӯш баровардагим. ва тири муҳофизони мақомдори баландпоя тӯи арӯсиро ба мотам табдил дод. феълан қазия таҳт баррасӣ қарор дорад, бибинем ки натиҷа чӣ мешавад. раҳбари хадамоти гумруки Тоҷикистон мегӯяд ба қазияи боздошти мансабдорони оҷонсии зидди фасод рабт надорад. Абдуфаттоҳи Ғоиб, ки имрӯз дар нишасти хабарии хадамот дар назди рӯзноманигорон ҳозир шуд, гуфт ки боздоштшудаҳо шогирдони ӯ нестанд ва бояд барои амалашон назди қонун ҷавоб гӯянд. Инам дар ҳолест ки баъд аз боздошти мақомдорони оҷонсии зидди фасод дар 3 моҳи пеш сарусадоҳо дар бораи бозпурсӣ ва ҳатто фирори Абдуфаттоҳи Ғоиб зиёд буд. من خیلی مضمون نفهمم که من فرار کرده رفتگی هستم فلان که شما برای من مکتوب نوشته هستید. عبدالفتاح غایب سردار خدمات گمرک تاجیکستان سر و صداها درباره بازپرسی شدنش در زمینه بازداشت کارمندان آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا را رد کرد. او روز 18 ایول در یک نشست خبری گفت که هیچگاه بازجویی نشده است و نسبت او هیچگونه تفتیشات صورت نگرفته است. غایب همچنین گفت که برخی رسانه‌ها درباره فرار او از تاجیکستان خبر پخش کردند که واقعیت ندارد. من یگانچی بازپرسی هم نشدم و این گپ هم یک مرتبه دیگه هم گفتادن، خیلی من گفتم هست همین هنگامه‌جویی هم است. یک ژورنالیست من مکتوب نویسونده است. شما گویا که از جمهوری فرار کرده رفته بودید، آیا همین گپ راست است؟ و من در کابینت هم شیشتگی هم شما بانوی من مکتوب نوشتید. سر این مسئله هست مقامات‌های دخلدار خیلی از خمیر جدا میکنن. مقامات تاجیکستان شروع از ماه اپریل امسال چندی از کارمندان آژانسی ضد فساد را بازداشت کرده علیه آنها با اتهام قلابی و گرفتن رشوه پرونده باز کردند. در پی این بازداشت پرسر و صدا 2 نفر از کارمندان گمرک که قبلا در آژانسی ضد فساد کار میکردند نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح غایب قبل از تعیین شدنش به مقام سردار خدمات گمرک 6 سال رهبر آژانسی ضد فساد بود و اکثر بازداشت شده های این قضیه پرسر و صدا از زیردستان او بودند. سردار خدمات گمرک تاجیکستان در پیوند با بازداشت فخرالدین بازارو معاون سردار ریاست مبارزه با قاچاق گمرکی و فریدون بینظیرزاده معاون سردار منطقوی گمرکی ولایت سوخت گفت که بازداشت آنها به فعالیتشان در آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا ربط دارد. با همین که دورای جنایتی ادامه میده. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان 17 ایول گفت که پرونده 10 کارمند آژانسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. ضمناً عبدالفتاح غایب اظهار داشت رفتار هر کس باید بر طبق مقررات قانون بهاگذاری شود. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه. خود سود همش بها میتونه جابجاگذاری میکنند. کسی که گناهکار است در نزد قانون جواب میده. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در شهر کابل افغانستان یک مراسم خرسندی در آن واحد به ماتم تبدیل یافت. جمیله جوان دختری که بعد از انجام عروسیش می‌خواست در کنار شوهرش زندگی مشترک را آغاز کند، قبل از رسیدن به خانه بخت بر اثر زخم تیر به خاک رفت. ساجده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد. نه کسی دشمنی داشتم تا مثلا هیچ کاری برای کس نرسیده بود. این مرد در فراق عروس نامرادش اشک تلخ می‌ریزد. جمیله بعد اولین دقیقه های نکاح از تیر سلاح کشته شد. حالا شوهرش سیدعلی در این منزل تنها مانده است. خانم یک فامیده بود، سیدانم بود، دکتر بود، کلینیکی بود. ایون میگفت که خانه خود بودیم صبح بخیر بودیم طرف بامیان خودتون بگیریم میوه‌های خود بگیریم میله بودیم زارت ابوالفضل آقا بودیم. از این هتل کامل میگفت ان صبح کنیم که صبح چکر بودیم. ولی خانه‌ش نبود، خانه‌ش هم خانه بود که اکا بدی رفتی. این زندگی خانم زندگی من چی کنم از این خدا خیرت و کسی که بود صدر رسنده.
سیدعلی میگوید که بعد توی با عروس به سوی خانه می رفتند که محافظان محمد محقق معاون دوم رئیس حکومت اجرایی افغانستان به طرف ماشین عروس و داماد تیرخالی کردند. در نتیجه عروس با یکی از پیوندان داماد کشته و 4 تن دیگر زخمی شد. تاریخ 24 حادثه ما بود. از هتل آمده در پیش خانه صد محقق کلمه ایستاد. اشنو من خانم مزد. پدرم که دخترم در پشت برادرزادم در پشت متوسط بود و زخمی شد. 4 برادرزادم زخمی شد. پدرم فعلا در حالت کما در شفاخانه است. فقط 3 نفر زخمی. پلیس کابل میگوید که هنگام حرکت کاروان عروسی به سوی خانه داماد صاحب جشنها به هوا تیرخالی کردند. در پیوند به قضیه 2 نفر از کسایی که در پست امنیتی خانه استاد محمد محقق معاون صاحب اجرایه ریاست اجرایه توصیف بودند. 2 نفر اینا امرای 2 میل سلاح کلاشینکوفشون توسط پلیس گرفتار میشن و همزمان 2 نفر دیگه که توسط اونا فایر صورت گرفته بود، این مسبب قضیه بودن، اونا هم با 1 میل تفنگچه گرفتار میشن و فعلا قضیه تحت بررسی قرار داره. ببینیم که نتیجه چی میشه. تلاش های زیادی ما برای صحبت با محمد محقق معاون دوم رئیس حکومت اجرایی افغانستان نتیجه نداد. خانواده جمیله نیز گفتند که تا حالا این مقامدار حتی برای غم شریکی با آنها در تماس نشده است. سجیده میرزا گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر قرغونتپه اداره آتش‌نشانی ولایت ختلون گفت منزل دادرس دادگاه نویه 5 رو در ماه ایون امسال قصداً آتش زدند. سوختار در خانه توجیدین قربانیان در همان روز رخ داد که او با فرمان پرزیدنت و با عیب گرفتن رشوه از وظیفه‌اش برکنار شد. مسئولین اداره آتش‌نشانی روز 18 ایول در نشست خبری گفتند که تاکنون تفتیش حادثه سوختار ادامه دارد. زیان مالی از سوختار را تخمیناً 10,000 سومانی حساب کردند. در نسبت خود توجیدین قربانیان برای گرفتن رشوه پرونده باز شده، حالا او به شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی می باشد. برنامه را ادامه میدیم. مسئولین امانت بانک میگویند که تا هنوز طالب ایومبکوف از این بانک قرضدار است. با وجود آنکه اموال فرمانده سابق مخالفین به فروش گذاشته شده است ولی خریدار پیدا نکرده است. مسئله قرضداری طالب ایومبکوف 7 سال پیش رو زده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. کماندانایی که در خوروغ قرض گرفته بودند. مسئولین امانت بانک میگویند طالب ایومبکوف یک سابق از فرماندهان صحرایی در بدخشان قرضهای بانکیش را برگرداندن نتوانست و اموال بگرف مانده‌اش به فروش گذاشته شد. در حالت ایومبکوف در طالب در فروش هست، در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود، یعنی که جوابگو است اما اموالی که به فروش برآوردگیم. روح الله حکیمزاده رهبر امانت بانک ضمن یک نشست خبری تأخیر در فروش اموال ایومبکوف را به بحران مالیوی ربط داد و گفت تا به حال خریدار پیدا نشده است. مشکلی ها جوی دارند و همچنین از پرداخت شدن قرض اولانبیبی گلدرباغ و که از نام یادگار محمد اسلاموف یکی از دیگر فرماندهان پیشین صحرایی در بدخشان است خبر داد. از طرف گلدرباغ پورا پرداخت کرده شد. پورا طالب ایومبکوف همراه پسر سال 2010 از امانت بانک 455,000 سومانی قرض گرفته بودند. همان سال فرمانده پیشین مخالفین مسلح در بدخشان موظف شد که تا آخر سال باقی مانده های قرضش را برگرداند وگرنه بانک اموال بگرف مانده او را به فروش میگذارد. نام ایومبکوف در پی کشتار ژنرال عبدالله نظروف سردار ریاست امنیت بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. حدود 2 سال قبل جمشید نور محمدزاده رئیس وقتی امانت بانک گفته بود که قماندان‌های سابق بدخشان 80% قرضشان را برگرداندند. نور محمدزاده آن زمان گفته بود که قرض سال 2008 با نام پیوندان طالب ایومبکوف و یادگار محمد اسلاموف گرفته شده است. با گفته رئیس وقتی امانت بانک مبلغ عمومی قرض 800,000 سومانی را تشکیل میداد.
و حالا از سرگذشت یک جوان دختر قرغیز قصه میکنیم که توانسته است از دام قاچاقچیان انسان و استثمار شهوانی رها شود. او جرکین با امید زندگی بهتر فریفته وعده های بالاخانه‌دار زنی گردید که میخواست او را در دوبای همچون تن فروش استفاده کند. این جوان دختر قصه خود را با همکاران ما از نسته شیوریم در میان گذاشت و برای دختران دیگر درس عبرت شود. اویجرقین 19 ساله به نزدیکی از یک سفر ناخوش دبی برگشت. او با گذشت چند ماه اکنون به خود می آید. اویجرقین از حادثه‌ای که قریب بود غلام شهوانی شود با کسی از نزدیکانش تا هنوز چیزی نگفته است. او به من گفت که شناسنامه‌ات را ده. من پرسیدم که چرا؟ گفت برایت در اینجا سیم کارت لازم است. من گفتم بله لازم است، بیایید همراه می رویم، ولی او راضی نشد. اویجرقین به واسطه یک شناسش به امارات متحده عرب سفر کرد. شناسش به او وعده داد که برایش کاری خوب پیدا میکند. قرار بود او کار را در یک مرکز سودا شروع کند، ولی برابر وارد شدن به این کشور بیگانه شناسش گفت که باید نه به حیث فروشنده مغازه بلکه چون محضگر در یک تالار کار کند. و به من تحفه های زیاد وعده کرده در روز دوم الکی به سر مقصد گذشت. گفت چرا تو باید 16-17 ساعت خواب نکرده کار کنی؟ راه آسانی پول کار کنی وجود دارد. گفت این کاری مشکل نیست، اگر خواهش داشته باشه زود آن را از خود میکنی. بعد اون نقل کرد که مشتریانی هستند که به او مبلغ خوب میدهند، فقط باید خواسته های آنها را اجرا کند. مثلا اجازت میدهی که تو را لمس کنند یا ببوسند. دختری دیگر که این زن همین طور میخواست با بهانه کار در مرکز محضگری به تنفروشی جلب کند، صدای او را همچون دلیل ثبت کرده است. مشتریان دائمی و باوریناک هستند. آدمانی بیگانه نمیشوند. بعد 2 روز گویا معجزه رخ داد و اویجرقین توانست از دست میان روها در دبی فرار کند. همه این موادها را حالا مفتشان در قرقیزستان می آموزند. وزارت کارهای داخلی می خواهد از روی این حادثه پرونده جنایی باز کند. این گونه قضیه ها نه همیشه به خوبی انجام می یابند. در بازار اوشی مرکز بیشکک اعلان کار در خارج به واسطه بلندگویک‌ها یک باره از چند گوشه بازار بلند می شود. محض توسط چنین اعلان‌ها زمان یکی از مشتریان مرکز بحرانی برای زنان با نام سزیم برای کار به خارج رفته بود. در نزدیکی مسکو دختر را اجباراً چند ماه نگه داشتند و به تنفروشی مجبور کردند. بوبوسره رزقولووا رهبری مرکز بحرانی سزم میگوید در تجربه کاری به حادثه های زیادی قاچاق و غلامی دختران تا 20 ساله روبرو شده است. دختران 18 ساله از عائله خوب و دارا، زیبا و با معرفت هم قربانی چنین حادثه ها می شوند. میان روهایی که می خواهند به واسطه آنها پول کار کنند آنها را هشدار می دهند که به کسی نگوید معاش $1000 است و در تابستان کار کرده می آید. هر سال به مرکز سزیم حدودی 30 دختر جبر دیده برای کمک مراجعت می کند. در مجموع تعداد چنین دختران چقدر است و از سر آنها چی گذشته است کسی دقیق نمی‌داند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان اقرار می‌کند که آمار رسمی قربانیان تبعیض جنسی از واقعیت فرق می‌کند. چون بیشتر قربانی ها نمی خواهند در این مسئله با مقامات حفظ حقوق همکاری کنند، از همین خاطر هم آمار سازمان های غیر حکومتی بیشتر از رقم های رسمی است. در یکی از گزارش های سالانه خود دپارتمنت دولتی امریکا قرقیزستان را به فهرست کشورهای انتقال دهنده نیروی غیر قانونی شامل کرد. از روی سندها نیز قرقیزستان بر روی خط کشورهای شامل است که در آن زنان به خاطر تنفروشی قاچاق می‌شوند. و زرینا رحمان یکی از دختران امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان معاون رئیس اوریون بانک تعیین شده است. رهبری این بانک را تاجر شناخته حسن اسدالله‌زاده و تقای زرینا رحمان به عهده دارد. در یک маълумотнома اوریون بانک دایر به سودبرداران این بانک نسخه‌اش روز 18 ایول دسترسی رادیو آزادی شد. گفته می شود که زرینا رحمان از آغاز سال 2017 به این سمت پذیرفته شده است. خبر و گزارش‌های بیشتر از این در سامانه ما www.azadi.org نشر می شود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه ویژه دارد. از کانال ما در یوتیوب می توانید نوارهای دیدنی و گزارش‌های روز را تماشا کنید. تشکر می گویم که ما را پیگیری می‌کنید. خدا نگهداری هر یک شما.